دوستان عزیزم سلام. امروز میخوام طرز تهیه زیتون پرورده سنتی و اصیل استان گیلان رو بهتون یاد بدم که توی این ظروف سفالی که بهش میگن نمکیار درست میشد و فوق العاده خوشمزه است. مواد لازمش رو هم میتونین زیر همین پست ببینید. برای درست کردنش هم اول چوچاق و نعنا و خالیوش رو با سنگ خوب میسابیم. وقتی که یک دست شدن فلفل سبز تند و سیر و گردو رو هم اضافه میکنیم و با سنگ حسابی میسابیمش تا یک دست بشه. برای این کار از یه سنگ تمیز و گرد که کفش یکم زبر باشه استفاده میکنیم. بعد از یک دست شدنشون حالا آب انار ترش و رب انار بهش اضافه میکنیم و یکم هم بهش نمک میزنیم و زیتونا رو میریزیم توی نمکیار، یکم هم بهش گلپر میزنیم و همه موادمون رو خوب با هم مخلوط میکنیم. بعد میذاریم چند ساعت توی یخچال تا طعمدار شه. چند تا دونه انار هم برای تزیین میریزیم روش و اینم یه چاشنی فوق العاده خوشمزه و دوست داشتنی و بهشت زیر دست آشپزهاست و بس نوش جانتون.